سرآمد اندیشه اسلام در سپهر اندیشه‌های انسانی. ویژه برنامه ماه مبارک رمضان با نیروانا ابرام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. شنوندگان گرامی و دلهای روزدار، السلام علیکم و رحمت الله. فرارسیدن ماه پرفیض و برکت رمضان، ماه نزول قرآن، ماه رحمت، مغفرت و رهایی از آتش را از صمیم قلب به همه شما مؤمنان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. ماهی که خداوند متعال آن را برترین فصل زندگی قرار داد و در آن درهای آسمان گشوده، درهای جهنم بسته و شیاطین در بند کشیده می‌شوند. پروردگار بزرگ در قرآن کریم می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده، کتابی برای هدایت مردمان، روشنی‌های راه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای اهل ایمان، روزه بر شما واجب شد همان گونه که در پیشینیان شما واجب شده بود، باشد که پرهیزگار شوید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نیز فرمودند: هرگاه رمضان فرا رسد، درهای بهشت گشوده می شود، درهای دوزخ بسته می گردد و شیاطین در زنجیر کشیده می شوند. و در حدیث دیگر آمده است: کسی که رمضان را با ایمان و امید و پاداش الهی روزه بدارد، گناهان گذشته او آمرزیده می شود. ای عزیزان، رمضان تنها ماه تشنگی و گرسنگی نیست، ماه بیداری دلها، پاک شدن جانها و بازگشت به آغوش رحمت بی پایان خداوند است. ماهی است که در آن نفسهای روزگار تسبیح، خوابش عبادت و دعایش مستجاب شمرده می شود. چه خوشا حال آنان که این فرصت طلایی را قدر می دانند، دلها را از کینه پاک می کنند، دست نیازمندان را می گیرند و شبهای خود را با ذکر، دعا و تلاوت قرآن نورانی می سازند. امید است که خداوند مهربان روزه ها، نمازها، دعاها و نیتهای پاک همه ما را قبول فرماید، دعاهایمان را به نور ایمان روشن سازد و این ماه مبارک را آغاز برای تحول آرامش و نزدیکی بیشتر به خویش قرار دهد. رمضان مبارک، ماه رحمت و مغفرت بر شما گرامی باد. خداوند متعال در قرآن کریم سوره فاتحه می فرماید: الحمدلله رب العالمین. خداوند نفرموده است الحمدلله رب المسلمین، الحمدلله رب المؤمنین، الحمدلله رب المسلمین. او پروردگار قوم خاص نیست، او رب العالمین است، پروردگار همه جهانیان است. این تعبیر نگاه انسان را از مرزهای تنگ هویت‌های محدود به گستره بیکران میبرد. خورشید برای همه میتابد، باران برای همه میبارد، زمین همه را در آغوش میگیرد. حتی کسانی که او را انکار میکنند از نعمتهایش محروم نمیشوند. این یعنی رحمت الهی فراتر از مرزهای باور و بی‌باوری. رب بودن خداوند به معنای پرورش دهنده، نگهدارنده و رساننده هر موجود به کمال شایسته اوست. او نه تنها خالق است، بلکه مربی دائمی جهانیان است. قرآن جهان را مجموعه خاموش و بیروح نمی‌بیند. از نگاه وحی تمام هستی در حال تسبیح و یاد خداست. پرندگان در پرواز، درختان در سکوت و حتی ستارگان در مدار خویش هر یک به زبان خود خالق را می ستایند. انسان تنها موجود نیست که با خدا ارتباط دارد، بلکه تنها موجودی است که می تواند آگاهانه از این ارتباط روی برگرداند. در این نگاه جهان یک کارگاه بی هدف نیست، یک نظام زنده و معنامند است. اگر خداوند پروردگار همه موجودات است، پس رابطه انسان با دیگر مخلوقات نیز باید بر اساس مسئولیت و رحمت باشد. در سنت اسلامی مهربانی با حیوانات
نه یک احساس شخصی بلکه وظیفه اخلاقی شمرده شده است. گفته شده حتی تشنگی حیوانات در بیابان میتواند سبب آمرزش انسان شود و آزار بیدلیل یک موجود میتواند موجب بازخواست گردد. این نگاه انسان را از جایگاه مالک مطلق پایین میآورد و او را امانتدار زمین معرفی میکند. زمین، طبیعت و موجودات دیگر دارایی شخصی انسان نیستند، بلکه امانت در دست او. هیچ انسان بیرون از دایره رحمت الهی نیست و هیچ موجود بی‌ارزش آفریده نشده است. هر خلقت حکمتی دارد. وقت انسان این حقیقت را بفهمد، نگاهش به دیگران تغییر می‌کند، به انسان‌ها، به طبیعت و حتی به دشمنانش، زیرا می‌داند همه در قلمرو یک پروردگار زندگی می‌کنند. شاید بزرگترین پیام این آیه همین باشد: خداوند خدای گروه خاص نیست، پروردگار همه جهانیان است و انسان اگر بخواهد شایسته این نسبت باشد، باید آینه از رحمت، عقل و عشق در زمین باشد. در پایان این برنامه از همراهی صمیمانه شما سپاسگزارم. امید که لحظات پیش رو سرشار از آرامش، نور و قبولیت طاعات باشد. اگر تا دقایق دیگر مهمان سفره افطار میشوید، افطارتان قبول درباره حق و سفرهایتان پر از برکت و مهربانی. ما را نیز از دعاهای خیر خویش فراموش نکنید که در این شب‌های عزیز هیچ ادعیه‌ای ارزشمندتر از دعای پاک دل مؤمنین نیست. تا دیدار دیگر در برنامه تازه، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. افطار خوش. خدا نگهدار. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی. و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.